دیوس کی را گفته می شود؟ دیوس شخصی بیننگ، بیناموس، بی غیرت، کسی که از رابطه نامشروع مادر، خواهر، فامیلش، دخترش خبر داره و هیچ موی در بدن از او در حرکت نمی آید. شخصی که فامیل خود را برای دیگران معامله می کند، پول می گیرد یا در مقابل اهدافی سوی دیگران را بالای خواهر و دختر و فامیل و مادرش می آرد. شخصی که مجبور می کند فامیل خود را از خانه بیرون می کند، رفته در بیرون با مردهای نامحرم یک جا کار کند و عملی را انجام بدهد تا این که برای از این کمایی کرده بیارن و ای در خانه استفاده کند. شخصی که بالای دختر و خانم خود غیرت نداره وقتی که اونها از خانه لچ و برهنه بیرون میشوند و هیچ عکس العملی نشان نمیدهد. و همچنان شخصی که داخل خانه فیلم‌های لچ و برهنه و فیلم‌های فحاشی را میارد برای دختر، خانم، مادر و غیره اقربای خودش نشان میدهد. این در حقیقت هم دیوس است. و همچنان دیوس شخصی که در نزد فامیلش، دخترش و خیش و اقربایش با دخترهای روسپی و بدکار در ارتباط است، حرف میزند، رابطه نامشروع دارد و خنده و مزاح دارد و از این طریق فامیل خود، دختر خود و دیگرها را اذیت میرساند و در میان از اونها عملی فحاشی را رواج میدهد. همچنان دیوس شخصی است که دختری خود را، خانم خود را مجبور میکند که رفته درس بخواند، حتمی باید شهادت نامه بگیرد اگر چند ناموسی از او در خطر بوده باشه و ای را بیرون از کشور به کشورهای دیگری روان میکنه بدون کدام محرمی، رفته اونجا درس بخواند تا اینکه شهادت نامه بیارد و ای در آینده برای ما یک دخل شود. بدترین انواع دیوس ها در این وقت اینمی انسان هایی است که فامیل خدا مجبور میکنه برو شهادت نامه بگی، برو در فلانی دفتر کار کو، برو با فلانی در فلان جا رفته فلان کار انجام بده و این بیچاره سیاسر و زنی که جایش، مقامش، آبروی عزتش خانهش است، الله تعالی امر میکنه که در خانه ها اینها جابجا باشند، برقرار باشند و این مردی بیناموسی را از خانه عزت بیرون میکنه، برای گرگه ها و انسان های درنده فاحشی لقمه میسازد. این انسان ها بدترین انواع دیوس ها هستند و انسان های دیوس در زمان ما چقدر زیاد هستند ولی خودشان نمیدانند. داخل خانه فیلم های لچ و برهنه و رقصه ها و سازه ها و سروده ها را میارند. دختر خود را فحاش تربیه میکنن، اولاد خود را فاحشه تربیه میکنن، زن خود را، مادر خود را، خواهر خود را فاحشه تربیه میکنن ولی در حقیقت نمیدانند. الله تعالی میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. آنهایی که دوست دارند فاحشه نشر شود، انتشار بیابد در میان مجتمع، در میان مؤمنین، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. برای از اینها عذاب دردناک سوزنده‌ای در دنیا و آخرت هستند. اینها وقتی که فیلم هایی را میارن از بیرون داخل خانه، فیلم لچ و برهنه و فیلم های رقاصی و سریالایی که همه لچ هستند، جوانی زیبای و قشنگی را میاره در برای خواهر خود نشان میدهد، برای دختری خود نشان میدهد، دختر لچ و برهنه‌ای که با او با هم میرقصند، بوسه میگیرند، کارهای زشتی را انجام میدهند، میاد برای دختری خود نشان میدهد و همچنان خواندنهای پلید و سروده های مبتذل و رذیل آورده برای فامیل خود میشنواند. از این کردن انسان دیوس و بدترین انسان دیوس که در داخل خانه خود از طریق خود میخواهد که فامیل خود
خراب بکند و به عمل فحشا دعوت بکند. انسان دیوس روی جنت را نبیند، بوی جنت برش نمیرسد و همچنان الله تعالی به طرفی از او به نظر رحمت نگاه نمی کند. بدترین انسانها در مجتمع انسانی دیوس است.